یادتان باشد قصه جنگ صفین را میکردیم که میان مسلمانان بود و این نیز یک مصیبت بسیار بزرگی بود که مسلمان بر ضد برادر مسلمان خویش لشکر کشیده و شمشیر کشیده و از هر دو جانب هم فقط مسلمانان شهید گشتند. گفتیم که جنگ صفین مدت طولانی دوام کرده است. حتی علامه ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه 3 قول آورده است. با یک قول میگویند همین جنگ صفین با صلح با جنگهاش مدت 7 تا 9 ماه ادامه یافت که از حقیقت دورتر است. با یک قول دیگر 110 روز و با قول سوم که صحیح تر است 77 روز ادامه یافته است. جنگ های از همه شدید ترینش سخت ترینش 3 روز آخر بود. روز چهارشنبه، پنجشنبه همراه با شبش و روز جمعه. در جنگ 70,000 نفر جان به جان آفرین تسلیم کردند. 70,000 مسلمان که در میان ایشان صحابگان بزرگ پیغمبر بودند، بزرگان تابعین بودند، اشراف عرب بودند، پیشواهای مسلمانان عالم بودند که جام شهادت نوش کردند. حتی در یک روایت ابن کثیر آورده است میگن 90,000 نفر تلف یافته است. 90,000. گفتیم که روز چهارشنبه و پنجشنبه جنگ ها به نهایت شدید بود، خاصتا روز پنجشنبه. و در این جنگ ها از هر دو جانب مسلمان ها بسیار صبور بودند، با صبر تحمل شمشیر میکوفتند. کسی نیت گریختن از میدان جنگ نداشت، همه بسیار صابرانه جنگ میکردند. در کتاب های تاریخی آمده است که حضرت علی کرم الله وجهه در این جنگ ها چنان قهرمانی ها نشان داد که در یگان جنگ قبل از این نشان نداده بود. اما از بس که در دیگر جنگ ها بر ضد کفار که می جنگید بسیار با ذوق مراق و جنگ ها را صحبت میکنیم، اما در اینجا که جنگ با مسلمانان بود در این موضوع کمتر صحبت میکنند. در روز پنجشنبه ماه صفر سال 37 هجری یک نفر از پهلوانای شام با نام کریب ابن صباح به میدان برآمد، مبارز طلب کرد. وقتی که یک نفر از عراقی ها از لشکر حضرت علی به مقابلش برآمد، در جنگ کشته شد. او را بر زمین گذاشت و بالاش برآمد و با طلب مبارز کرد که کی به مبارزه میبراید. ببینه او کسایی که از صحبت پیغمبر دور بدن، از صحبت اصحاب بزرگ پیغمبر دور بدن، بعضا همین بی ادبی ها را روا میدیدن. بالای مرده برآمد طلب میکنه که کی با مبارزه میبراید. شخص دیگه هم قتل کرد، 4 نفر کشت. بسیار پهلوان بود است. هر 4 روی هم گذاشت و بالاشو برآمد و طلب میکند من یبارز، کی با مبارزه میآید. دیگه حضرت علی طاقت نکرد. مرد 57-58 ساله ذوالفقار را در دست گرفت، خارج شد. با یک ضربه سرش از بدنش جدا کرد. مرده ها را پهلوی هم مانده با طلب کرد کی است مبارز کو بیایه. کجا شدن و کسایی که میگفتن اگر در میدان جنگ ما را ببینی بعد وقت نمیفورد کو بیایه. غیرت داره. یک نفر دیگر از خویشای نزدیک او کریب خارج شد، اوش هم کشت. بالاش نگذاشت، در پهلوش گذاشت. هر کسی را میکشت میگفت خدا رحمتت کنه، زیرا مسلمان بود. 4 نفر را کشت. بعدا صدا کرد یا معاویه کجا هستی؟ لشکر از شام آوردی، در خون مردم شریک هستی، خارج شو. این جنجال بین من و تو است. برادر در میدان جنگ قضاوت کنیم، مردم به جنگ نکشیم. نعره زد حضرت علی. عمرو ابن عاص در پهلوی معاویه ایستاده بود، گفت یا معاویه فرصت غنیمت بدون، خارج شو. علی مانده شده است، 4 پهلوان کشته.
سین سالش هم به جای رسیدگی است تو بزرگه. خارج هم گفت بسیار فرصت غنیمت است. قصاص حضرت عثمان بسیتون. معاویه گفت یا عمر تو قصد کشتن مرا داری، در خون من تشنه هستی؟ کی یاد دارد از مسلمان ها که کسی در مقابل علی برآمد و زنده میدان جنگ برگشت؟ تو امیدی که کشتن مرا داری؟ او قدر زور استی خودت ببرو، تو سرلشکری منی، کو ببرو جنگ قتیش. در روایات اومده است که در همین روز پنجشنبه حضرت علی 500 نفر را کشته است. با شمشیر همین قدر میزد جنگ میکرد که نوگ شمشیر نوگ آهن کج میشد. عذرخواهی میکرد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته است لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. هیچ شمشیری به ذوالفقار نمیمونه. ذوالفقار شمشیر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت علی هدیهش کرده بود، شمشیری دمه. میگفت اگر این شمشیر از پیغمبر نمیشد، پیغمبر این سخن نمیگفت، من این میدان ترک نمیکردم. خارج میشد میزدن آهنگرا راست میکردن شمشیرشو، با شمشیر در دست میدرومد. به همین منوال جنگ به نهایت شدید بود. بیگاهی روزی شد. نماز پیشین عصر شام خفتن به ایما و اشاره خوندن. جنگ قطع نشده است. همون شبی پنجشنبه به جمعه که شب حریر است، در همین شب تا صبح جنگ دیدند. در حین جنگ بزرگان چون عمار ابن یاسیر، هشام ابن عتبه یا هاشم ابن عتبه درسترش، صحابگان بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم، و عبیدالله ابن عمر ابن خطاب فرزند حضرت عمر، و ذوالکلاء حمیری و زیاد ابن ثقفه و دیگر بزرگان، پهلوانان، قهرمانان اسلام در همین جنگ شهید شدند. صبح شد، جنگ بسیار شدید می رفت. در جنگ حضرت عبدالله ابن بدیل که سرور میمنه لشکر بود، یا تنباشه دو هفته قبل از این در این موضوع بسیار صحبتی مفصل کردیم، در جنگ شهید شد. جاشا با اشتری نخعی، مالک ابن حارث اشتری نخعی دادن و اشتر چنان با ثبات جنگید که میسره لشکری حضرت معاویه را پره تارمار کرد. گفتیم که در اطراف حضرت معاویه 11 صف بود، 5 صفش شخصای فدایی بودن که به خون قسم یاد کرده و بیعت کرده بودن و با سلاح هم دیگر بسته بودن. یک صفی منتظم کرده بودن، سلاح را گرفته به میان هم دیگر بسته بودن تا مبادا کسی نگریزه. 5 صف همین صف فدایی ها بود. در وقت جنگ اشتری نخعی از همین 5 صف 4 صفش شکست. 4 صف ایال و تارمار کرده و رفت. یک صف دیگه در اطراف حضرت معاویه مونده بود. در تاریخ ها اومده است که حضرت معاویه گفت اسب بیاره، دیگه دست دیل جنگ شد. وقتی میخواست به اسب سوار شوه، یک چند بیت از ابن عتابیه به یادش آمد که در اوجا گفته است که از گریختن بیشرفانه دیده در جنگ مردن مرتبه و منزلت مرد بالاتر میگردوند. همین شعر میگه سبب شده من ایستادم. به عمرو ابن عاص مراجعت کرد، گفت الیوم الصبر و غدا فضل فخر و غدا فخر. امروز گفت صبر میکنیم، فردا انشالله به فخر به بزرگی ها میرسیم. جنگ بسیار شدید بود. صدای نعره های لشکری حضرت علی دیگه طنین انداز گشته بود. لشکر شام بعضیش گریختن، بعضی دیگرش هم در اطراف معاویه حال ثبات نشان داده و می جنگیدن. در همه حالت معاویه با عمرو ابن عاص که گفتیم که از بسیار سیاستمداران مشهور عرب بود مراجعت کرد، گفت یگان علاج نداری، کار بد است، اگر کار به این منوال بروه 1 ساعت دیگه داشت داده نمیتونه قشونی با.
عمرو ابن عاص گفت یک چی در مینم اومده است، اگر همین را انجام بدهیم انشالله سبب تقویه لشکر ما و سبب پراکنده شدن لشکر خصم میگرده. با مردم امر کن تا اینکه مصاحف خدا، قرآن های خدا در سری نیزه هاشو مانن بردارن و بگن که ما از خداوند طلب داریم که حکم خدا کند، حکم قرآن کند بین ما. که چرا مسلمان برادر مسلمان خچه میکشه؟ خون مثل جوی آب روانه بود. تصور کنید 10,000 و 15,000 در یک موضع و در یک جا بکشن چقدر خون جاری میشوه. از هر آدم اگر 6 لیتر خون روه این چقدر میشوه؟ چند تن میشوه. و لشکر شامی ها مصاحف در سری نیزه ها شماندن و برداشتن، دیگه جنگ نکردن، مصاحف برداشتن. گفتن ما به خدا پناه میبریم، ما حکم به سوی خدا حواله میدهیم. وقتی این کار کردن یک عیده از قاری های قرآن که در صف لشکر حضرت علی می جنگیدن تحت سرپرستی عمار ابن یاسر. وقتی که حضرت عمار ابن یاسر به شهادت رسید سروری اونا را هاشم ابن عتبه صحابی بزرگ پیغمبر به عهده گرفت. اما وقتی که هاشم ابن عتبه شهید شد مرد با نام مسعر ابن فدکی تمیمی سردار شده بود. و همین مسعر ابن فدکی وقتی قرآن را در سر شمشیر دید، در سر نیزه ها، شتابان آمد نزد حضرت علی گفت یا امیرالمؤمنین جنگ بس، اون مردکو حکم به سوی خدا حواله کرده ایستن. قاری ها را سوی خود خوان. قریب 30,000 قاری بود در لشکر حضرت علی، 30,000 قاری و حافظ قرآن. آمدن دعوا را برداشتن که جنگ بس کنه، خاتمه ده. حضرت علی گفت شما فن نخره، یک قاری ها این مکر دسیسه هست. معاویه و عمرو ابن عاص و ابوالاعور سلمی و کسایی که همراهشو هستن اونا را من از شما بهتر میدونم. جانشو در لبشو اومد نه و که حکم به سوی خدا به سوی قرآن حواله میکنن. مگر من چند مراتبه نزد اونا نفرستادم، نماینده نفرستادم که بین ما صلح شوه طبق قرآن عظیم و شان. قبول نداشتن. امروز حق بسیاری خدا میکنن. اما گفتن وقتی که قرآن برداشته شد تمام جنگ باید قطع شوه. ما چه خیلی با مردم جنگ میکنیم که قرآن به سوی آسمان برداشتیم. هر قدر بیچاره حضرت علی فهم آن آگاهش ساخت قبول نکردن. گفتن اشتری نخیر دعوت کن به نزد بخون. اشتری نخیر گفتیم در صف پیش جنگ میکرد. حضرت علی یزید ابن هانی را نزدش فرستاد که به نزد من بیاید. اشتر گفت به امیرالمؤمنین برسان که حالی مرا از موضع نتکانه، از موضع خارج نکنینم. انشالله من یقین دارم 1 ساعت پس غلبه از ما میشود. 1 ساعت دیگه صبر کنه غلبه از ما است. من اینجا برم لشکر چی میشه واقعی؟ پیش لشکر جنگ میکرد اشتر. یزید ابن هانی برگشت آمد گفت اشتر ده خبر رسوندم. همین وقت با صدای نعره اشتر لشکرش زیادتر شد. الله اکبر گفته شبیده استیان. قاریا گفتن تو با یزید ابن هانی فرمودی که اشتر شدت جنگ زیادتر کند؟ گفت سبحان الله من در حیاتم بار دروغ نگفتم و نمیگم حضرت علی. آخه شما شاهد بده، من نماینده ما فرستادم یزیده که اشتر نزد من بخونه. گفتن اگر اشتر جنگ قطع نکنه تو را میکشیم، همچنانه که اسمان کشته شده بود. حضرت بیچاره خودش تنها مانده است در بین 30,000 دیوانه. باز یزید فرستاد که اشتر دعوت کن بگو جنگ قطع کنن. یزید ابن هانی آمد که اشتر از جاش تکان نمیخوره. گفت شما را به خدا قسم مرا آرام بگذاره، حاضی وقتی جنگ از این ساعتی رفتن و آمدن نیست. گفت چی میخواهی یا اشتر؟ میخواهی که تو غلبه کنی و امیرالمؤمنین قتل کنن؟ از غلبه تو چی فایده ای در اون صورت؟ حضرت علی را دوجه
تحذیر داده است که قتلت میکنیم. اشتر دیوانوار از پتخازاند آمد نزد شو که ای مردم عراق، ای مردم شرمنده و ذلیل، خدای تعالی نوکه برای تو پیروزی و بخت اقبال داده است، شما سرکشی میکنه؟ با کی صلح کنیم؟ با همین مردم که راه آب برای ما بسته بدن و با جنگ آب پیدا کردیم، راه یافتیم به سوی دریا. با همین مردمی که رسولا و نماینده های حضرت علی را به خواری و زاری راندن با دشنام حقارت. شما هیچ عقل فراست دارید؟ گفتن اکنون به سوی خدا خوانده استیل، حکم به سوی خدا حواله میکنیم، زیرا جنگ مسلمان بر ضد مسلمان حق نیست. کشتن برادر مسلمان نادرست است، جنایت است. گفت شما باید از دو کار یکی را انتخاب کنی، یا جنگ از اول نادرست جنایت حکم کنه، در این صورت همه برادرای تو که در جنگ شهید شدن همش حرام مردن، یا اقرار کنه که جنگ بر حق است، زیرا امیرالمؤمنین علی حق داره، امیر مسلمان ها هست، بر ضد لشکری باقی می جنگد. در این صورت آرام بستی، آخه شما جرأت جنگ نداره، غیرت نداره، یک طرف بشینیم و خود جنگ میکنیم که دیگه گپ نیفتن. ها وقتی که گپ تمام شد بعد مشت و لغت شروع می شود. روسا یک ضرب المثل دارن که там где кончается слово начинается пулеметная очередь. اسبی اشتری نخایی را قمچین شب کردن. این اشتر هم در سر روی یک دو نفرش با قمچین کوفت. حضرت علی در بین درمد گفت بیا بگذار شو اکل، توکل شو به خدا. و متاسفانه جانب قاری ها را یک چند از بزرگان ها گرفتند، از جمله اشعث ابن قیس کندی، سرور قبیله بنی کنده و دیگر شبس ربعی و نزد حضرت علی اومدن که بیای اگر حکم به قرآن که شود جنگ بس کنیم، خاتمه کنیم. آدم زیاد تلف دادیم، از مسلمان ها جوان مردای واقعی کشته شدن، بس است دیگه که بین صلح شود. حضرت علی رم رضا داد و اشعث ابن قیس نزد معاویه اومد، گفت چی میخواهید؟ چرا مصحف را در سری نیزه ها برداشتید؟ گفتن میخواهیم که صلح شود، از جانب ما یک کس تعیین میکنیم، از جانب شما هم یک کسی دیگر باید تعیین شود، هر دو نشینن و موافق کتاب خدا حکم کنن. کسی که بر حق است طرف مخالف ناحق بدن خدا اقرار میکنه و جنگ قطع میکنیم. اشعث بازگشت نزد حضرت علی، گفت اینمی طلبه دارن. گفت بسیار خوب، بگیرید همو صلحنامه را بنویسید. وثیقه را نوشتن که همه وثیقه نامه موافقت کرده شد از جانب امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه و معاویه ابن ابی سفیان رضی الله عنهما در مسئله این که جنگ موقتا قطع کرده بشه بین مسلمانان و از هر دو جانب حکم تعیین میگردد تا موافق کتاب خدا و حکم خدا مسئله را فیصله کنند. اگر در کتاب خدا پیدا نکردند پس به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رجوع کنند و همه جنگ خونریزی خاتمه یابد، حق به حقدار رسد. از جانب معاویه عمرو ابن عاص حکم تعیین شد، نماینده همو بود. عمرو ابن عاص گفتیم بسیار سیاستمدار ماهر بود. آمد دعوا را برداشت، گفت که کلمه امیرالمؤمنین خط بزنید. اگر ما امیری علی را که قبول می داشتیم با او جنگ نمی کردیم. احنف ابن قیس از جاش خیست، گفت قسم به خدا خطش نمیزنیم. این چی سخن از شما میگویید؟ علی امیرالمؤمنین است، با اجماع امت اسلامی و در امیریش کسی خلاف نکرده است مگر شما لشکری باقی. گفت اگر همون کلمه امیرالمؤمنین خط نزنیم ما راضی نمیشویم، ما امضا نمیکنیم. کارا ببینه چی رنگ شد. حضرت علی گفت سنه تو بسنه، الله اکبر،
سال در عوض سال گفت. در زمان حدیبیه من یاد دارم که وقت صلح حدیبیه نوشته میشد من کاتب بودم گفت، و وقتی که همون صلح نامه را نوشتند از نام رسول الله محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم و قریشی ها، نماینده قریش گفت که ما کلمه رسول الله را قبول نداریم، خطش بزنیم. اگر ما رسولی محمد را قبول می داشتیم با او جنگ نمی کردیم، مانع حج او نمی شدیم. وقتی میگم من قلم پرت افتم که خطش نمیزنم، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به دست مبارک خودش خطش زد. امروز هم کار میشد است. و حضرت علی با دست خودش کلمه امیرالمؤمنین خط زد. وثیقه نامه نوشته شد از جانب معاویه رضی الله عنه، عمرو ابن عاص حکم تعیین شد. از جانب حضرت علی جنجال سر شد. حضرت علی گفت من عبدالله ابن عباس حکم تعیین میکنم، شاه مفسرای قرآن. گفتن نمیشود، عبدالله ابن عباس پسر عمک تو است، البته جانب تو را میگیرم. یک آدمی خالص در کار که در این کار خوش نباشه. ببینه کسای سیاست ندارن، عقل فراست شو همین قیاقی، حتی اندیشه نمیکنن که آخه عمرو ابن عاص آدم خالص نیست کو. از طرف معاویه ای سرلشکر همیشه سروری میمنه میموندش یا سروری سوارگان خود میموندش، کاوالریا از ابتدا تا انتها همراهش بود. این را اندیشه نکردن و گفتن یا آدمی باید یک آدمی خالص باشه و ابو موسی اشعری را پیشنهاد کردن، صحابه پیغمبر. علی گفت من راضی نیستم به حکمیت ابو موسی. ابو موسی در دل نسبت ما کینه داره. والی کوفه بعد از والیگی معزولش کردن حضرت ابو موسی را. قصهش برای شما کرده بودم کو، زیرا که جنگ نمیخواست. وقتی که حضرت علی مردم دعوت کرد که بیای برای صلح ثبات، ابو موسی اشعری مردم دعوت کرد که در خانه تو بشینه، مسلمان با مسلمان باید نجنگه. علی گفت من اشتری نخعی را پیشنهاد میکنم. گفتن سبحان الله، همه فروزنده همه جنگ اشتری نخعیه، تا اشتره تعیین میکنی؟ اشتر گفت یا امیرالمؤمنین تا همین مرا تعیین که قسم به خدا در روز یکم عمرو ابن عاص میزنم میکشم، با همین خلاص میشه. اما قبول نکردن. گفتن ابو موسی، حضرت علی که دیگر جانش بلبش آمد از دست این مردمی بی عقیده، سست عقیده، از دست این مردمی که حتی امیرالمؤمنین احترام نمیکنن. گفت من حیران میشم که شما را به کار حق دعوت کردم، همت میدونین که کار من حق است، من امیری بر حق هستم، بر من خلاف میکنه. در صورتی که معاویه سرور لشکری باقیه است، فرمانش اجرا میکنم، هیچ کس سرکشی نمیکنه. هر فرمانی بوده، هر کاری میکنه بکنه. گفت بلا با پستو. احنف ابن قیس اومد نزدش، گفت یا امیرالمؤمنین کاری خوب کردی. گفت تو سنگ گفت در زمین دشمن پرتوفتی. آقای ایو را به اختیار خودشو نمان که هر کسی را بخواه انتخاب کنی، مرا انتخاب کن، سر حساب این کار من میرم. قسم و خدا گفت عمرو ابن عاص 100 گره بزنه همش باز میکنم. احنف ابن قیس هم بسیار سیاست مدار است. گفت لا اقل اگر آدم یکم نمیمونیم دویمونم یا سیم آدم تعیینم که همراهشو باشم. اما حضرت علی گفت مرا گفت در جانم ایو زدن، چی کاری میخواهم بکنم. قیسه کوتاه معاویه را حکم تعیین کردن، ببخشید ابو موسی اشعری را. ابو موسی اشعری وقتی که از وظیفه والیگی کوفه معزولش کرده بودن، در یکی از شهرهای حجاز سکونت میکرد. نزدش آدم فرستادن، گفتن که بین علی و معاویه مصالحه شد. گفت الحمدلله. گفتن از جانب لشکر عراق تو حکم تعیین شدی. گفت لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله و انا الیه راجعون. و همراهشون آمد با قرار آمدن که لشکر پراکنده می شوند، شامی ها به سوی شام می روند و
عراقی ها به سوی عراق، البته بعد گراندن مرده ها گفتیم که 70,000 نفر شهید شده بود. از لشکر حضرت علی 25,000، از لشکر شامی ها 45,000 در همین جنگ به شهادت رسیده بودند. حتی در یک قبر تا 50 نفر گذاشتند و گور کردند. بعداً گفتند بعد 6 ماه در ماه رمضان هر ده حکم در موضع با نام دومة الجندل جمع میآیند و در همونجا موافق کتاب خدا حکم میکنند. اکل لشکر گشته آمده است. لشکر شام بسیار با سری بلند به یک خرسندی که از خطری تارمار شدن نجات یافتیم، اما لشکر عراق پراکنده، بعضی محزون، بعضی دشمن عدو، همو کسایی که دعوا کردن از قرا، همو مسعر ابن فدکی تمیمی و زید ابن حسین طائی که به سر حضرت علی حتی لشکر کشیدن که اگر اشتر گفتن کفو نکشی میکشیمد، این بدبختا خارجی شدن، با دعوا را برداشتن که حکم فقط باید خدا کنه. چرا شما حکم تعیین کرده؟ چرا شما زمام کار به دست انسان ها داده و باید ایروی قرآن حکم شود؟ احمقی آدم ببینه. همه خدای تعالی کسی را که عقل نتا به یه حفظ کردن قرآن به جایی نمیرسه. قاری قرآن حافظای قرآن هستند، دعوا را برداشتن لا حکم الا لله، حکم فقط خدا راست، فقط خدا حکم میکنه. چرا شما عمرو ابن عاص و ابو موسی را حکم تعیین کرده؟ هر قدر حضرت علی فرمون چوکه جوان مرگو آخی قرآن مستور است در ورق ها، همون ورق پیش خودش گپ میزنه. از روی قرآن باید مسلمان ها حکم کنن. کی را میگوی؟ شما انسان حکم تعیین کرده، حکم باید به خدا تفویض کرده شود، شما به انسان ها دادید، از همین خاطر کافر شدید. گپ تا کجا بردن؟ نعوذ بالله، شما کافر شدید. و شماره همین بدگاهرها به 12,000 میرسید. وقتی که آمدن همراه حضرت علی به کوفه داخل نشدند، بلکه خارج شدند، یک موضع با نام حرورا در همونجا سکونت اختیار کردند. دیگه حضرت علی را حکم به کفر کردند، معاویه را حکم به کفر کردند، تمام مسلمانایی که به همین شرطنامه و وثیقه نامه راضی بود همه را کافر اعلام کردند. در ابتدا حضرت علی بسیار با آرامی همچون مسلمان با مسلمان قطعش معامله کرد. حتی در اخبار اومده است که شخصای بزرگ نزد شد فرستاد، از جمله عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس اومد نزد شد، گفت چی در داره؟ چی میخواهی؟ گفتن حکم فقط باید خدا کنه، انسان حق نداره که حکم کنه. او گفت خداوند در قرآن گفته است این یرید اصلاحا یوفق الله لهما، اگر اراده اصلاح دارن خداوند موفقشون میگردونه. خداوند در قرآن گفته است یحکم به ذو عدل منکم، حکم میکنه به آن دو آدم عدل از شما. اخم حکم ها از قرآن هستند که گفتن یا ابن عباس تو ما را دیوانه خیال کرده، کودک خیال کرده، تو چرا سخنایی را که در حق زن شوهر خداوند گفته است یا در حق سید خداوند گفته است به خون مسلمان ها برابر میدونی؟ اینقدر آدم کشته شد، اینقدر خون ریزانده شد، با همه عمرو ابن عاص را که برزیدی ما جنگ میکرد حکمش تعیین کرده، این چی گفتنی گپ است؟ ما قبول نداریم. هر قدر که نصیحت شو کردن، هر قدر که گفتن شو، این بدبختو قبول نکردن. اخیر الامر حضرت علی خودش نزدشون اومد که چی میخواهی؟ آخه ای ابله شما هموه نیسته که ما را از جنگ منع کرده، یک ساعتی دیگه صبر نکرده و ایلو غلبه از جانب ما میشد. شما کسایی نبوده که بر سری من شمشیر کشیده که یا علی جنگ بس کن و ایلو میکشیمد.
امروز چی دیوانه گیره گرفته نمیگذاره که حکم چی نو تمام میشود. خیلی گفتن اولی صبر میکنیم که کاری حکمو چی میشه بعد با تو صحبت میکنیم. حضرت علی را هم گفت تا زمانی که بر ضد ما خروج نکنن ما با کارشو کار نمیگیریم. مسجدامو براشو باز است، اونا هم مسلمان هستن، از بس تبعی مملکت هستن، هر حقی که مسلمان ها دارن اونا نیز دارن، در غم اندوهشون ما شریک هستیم. جوان مردی را ببینه تا زمانی که گفت بر ضد ما خروج نکنن ما با کارشو کار نمیگیریم. در این بین 6 ماه سپری شد. ابن اسحاق روایت میکند در مغازه خود که 1 ماه قبل از رمضان در ماه شعبان حکمین در دومة الجندل جمع اومدن. از جانب حضرت علی ابو موسی اشعری با 400 نفر که در میان اونا حضرت عبدالله ابن عباس بود و شریح ابن هانی بود، یا بزرگای عرب و بزرگای اسلام هستند و چند نفری دیگر. و از جانب حضرت معاویه عمرو ابن عاص با 400 نفر که در میانشو ابوالاعور سلمی، حبیب ابن مسلمه و دیگر سرلشکرای شام بودن حاضر شدن. وقتی که نشستن با هم دیگر صحبت کردن، خب قبل از صحبت بگیم که ابن اسیر در کتاب کامل و علامه طبری در تاریخ امم و ملوک خود که بسیار تاریخ معتبر است روایت میکنن که حضرت علی به شریح ابن هانی گفت که زبانی از من به عمرو ابن عاص برسان که یا عمرو یک کاری مهلکی را در اختیارت گذاشتیم، از خدا بترس، خیانت نکن، تو حق میدونی و کسایی که حق نمیدونن از مردم شام هم به اونا کار ندارم، اما تو حقیقت هم میدونی، تو میدونی که من بر حق امیرالمؤمنین هستم، در همین کار بسیار احتیاط کن و ایلا در پیش خدا جواب میگویی. وقتی که شریح ابن هانی سخن آمد نزد حضرت عمرو ابن عاص بیان کرد، عمرو ابن عاص بسیار غضبناک شد، گفت من نصیحت علی در احتیاج ندارم، علی کی است که مرا نصیحت میکنه؟ شریح هم اندک تیز بود، گفت علی کسی هست که ابوبکر صدیق و عمر فاروق از اون مصلحت مشورت میپرسیدند، عثمان ابن عفان از اون مصلحت مشورت میپرسید، تو کی هستی گفت که از مصلحت مشورت علی سر میتابی؟ گفت تو حق نداری با من خیلی گپ زنی. قصه کوتاه بینش یک جنجال و دعوای شد، با دشنام حقارت اخیر قطع یافت. و وقتی که عمرو ابن عاص همراه ابو موسی خلوت کردند، عمرو با ابو موسی مراجعت کرد، گفت یا ابو موسی تو صحابی پیغمبر هستی، تو قبول داری که حضرت عثمان به ناحق به ظلم کشته شد؟ گفت بله. گفت تو قبول داری که معاویه ولی خون عثمان است و عمک بچه عثمان است، حق طلب قصاص دارد؟ گفت بله. پس گفت بیا همراه گفت معاویه را که هم ولی قصاص است، حق داره، سرور تعیینش کنیم در جای پسر عمکش عثمان به همه نزاع و جنگ و خاتمه بیابد خلاص. ابو موسی گفت یا عمر گفت حیله نکن، اگر گپ در باره فضیلت بزرگی بروه تمام مردم مسلمان میدونن که او فضلی که علی داره کسی نداره، از این مردم زنده کسی نداره او فضله. اما من قبول دارم که حضرت عثمان به ظلم کشته شده است، من قبول دارم که معاویه که به جنگ آمد یک اجتهاد کرده است، به اجتهاد خود اومده است، طلب خون حضرت عثمان هم میکند. اما گفت بیا یک کار دیگر میکنیم. ابو موسی اشعری میگه بیا گفت همو عدل را که در زمان حضرت عمر بود از نو احیا میکنیم، عبدالله ابن عمر پسر حضرت عمر را خلیفه تعیین میکنیم. وقتی که حضرت عمر کارد خورده بود، زخم خورده بود از اون بدبخت ملعون مجوسی،
حضرت گفتن یک نفر در جاد انتخاب کن. گفت کی را انتخاب کنم؟ اگر ابو عبیده زنده میشد ابو عبیده را تعیین میکردم. کسی لقمهش داد گفت پسرت عبدالله را تعیین کرد. گفت خاموش باش. گفت کسی که سر حساب زنی خچه نمیروه چخیل من ایره امور دولتی مسلمانو را براش میتم. عدل عمر اینا ای خیل بود. متاسفانه حضرت ابو موسی اشعری گفت که بیا عبدالله ابن عمر گفت سردار مسلمانان تعیین میکنیم با او بیعت میکنیم. همون عدلی که در عهد خلافت حضرت عمر بود از نو احیا میگردد. اما عمرو ابن عاص راضی نبود. گفت مودا که عبدالله ابن عمر پیشنهاد میکنی پسر من عبدالله ابن عمر تا پیشنهاد میکنی پسر من عبدالله ابن عمر چی کم بودی داره؟ کاتب وحی پیغمبر بود، از علمای صحابه است، خدمت میکرد، دانشمند است. گفت پسرت حقیقتا آدم خوب است، تو در همین جنجال قطعی شریکش کردی، در جنگ قطعی آوردیش، اونم آلوده است، اونم با خلافت نمیشه. پس گفت یا ابو موسی تو آدم عاقل هستی، چی خلاصه کنیم، چی کار کنیم؟ ابو موسی گفت بیا هر در از وظیفه معزول میکنیم، امور اختیار خلافت به دست مردم مسلمان میتیم که به شورا یک نفر تعیین کنن. عمر گفت منم به گپ راضی هستم، بیا هر در معزول میکنیم، بعد میگیم ای مسلمانو اختیار انتخاب خلیفه در ذمه خود شما است، انتخابش کنید. هر دو آمدن نزد مردم، 400 کس از یک جانب، 400 کس دیگه از دیگر جانب، حکم حکما را حکم منتظر هستند. عمرو ابن عاص گفت یا ابو موسی تو از من سین سالت بزرگتر است، تو قبل از من اسلام آورده ای، از همه خاطر حقی تو بالاتر ای، تو سخن بگو، همو قرار را که قبول کردیم به مردم اعلام کن. عبدالله ابن عباس چیز درک کرد، گفت یا ابو موسی فن نخری، مادام که یک قرار قبول کرده بگذار اولو گپ زنه. که حضرت ابو موسی ای کجا میدونه که فند میکنن؟ دیگر حتی گمان نکرد که شخص میتونه که از گپش بگرده، از جاش خیست. گفت مردم مسلمان ما همراه عمرو ابن عاص به خلاصه اومدیم که هر کس گفت فکری خود چه میگه. من علی و معاویه را هر در از امارت خارج کردم، انگشتریش از دستش کشید، هر در از وظیفه سبکدوش کردم و امور اختیار انتخاب خلیفه را در ذمه ملت گذاشتم، ملت اسلامی خودشو انتخاب کنن. گفت که یا عمر نوبتی تای بخیم حکم اعلام کردم. عمر خیست گفت شما شنیده ابو موسی اشعری حکم از جانب حضرت علی مولای خود علی را از وظیفه سبکدوش کرد، از خلافت دور کرد. من نیز علی را گفت با ابو موسی شریک میشم، از وظیفه خالی میکنم و معاویه را در جاش میگذارم. متاسفانه بعضی از مورخان میگن که همین گپا شاید دروغ باشن، اما هیچ کتابی تاریخی نداریم و تاریخ های اهل سنت و الجماعه که همین نآورده باشن. میره من باورم نمیآید که بزرگای مثل محمد ابن جریر طبری که مجتهد بود، صاحب مذهب بود، مفسر و محدث بود، بزرگای مثل علامه ابن اسیر در کتاب الکامل و صدها نفر دیگر واقعا نگارا همه خطا میکرده باشند، کارمی که نشیده باشند. سیاست حیله های، حرب حیله های. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هنوز در وقتش گفته بود که الحرب خدعه، از همین خاطر سیاستمدار باید زیرک باشه، باید چشمش باز باشه. ابو موسی گفت قراری ما خیلی نبود. گفت تو سخن خطا گفتی، من سخن خطا، تو با قراری من چیکار داری؟ شریح ابن هانی از جاش خیز دشنام داده، یک خمچین در روی عمرو ابن عاص کوفت. پسر عمرو ابن عاص عبدالله خیز یک خمچین دیگه در روی شریح زد. بعدا میگه شریح ابن هانی اومد گفت قسم به خدا من از یک چیز دایم پشیمانی میخورم که چرا با خمچین زدم، چرا با شمشیر نزدم. به همه کاری حکما به نتیجه انجام یافت. هیچ
حضرت ابو موسی از همونجا راست زد مکه رفت، دیگه خفا ناومد نزد حضرت علی. عمرو ابن عاص با سری بلند نزد معاویه برگشت، گفت کار خلاص. و در خشون حضرت علی چنان تفرقه شد، چنان تفریقه شد، چنان پراکندگی شد. حضرت وقتی که این سخن شنید، روز جمعه به مسجد اومد، در منبر بالا شد، ای مردم مسلمان، گفت کار از حد گذشت. این حکمی که حکما قبول داشتن، این حکم قبول شدنی نیست. اینا از روی قرآن حکم نکردن، هر کس به هوای نفس خود حکم کرده است. از همین خاطر ما ایره قبول ندارم و اعلام کرد که به شام میریم از برای طلب حق. معاویه را باید در جاش بشنانیم. خشونت اعلام کرد که خارج شوه. در مدت یک چند روز 60,000 آدم جمع شد. 60,000، همه جنگاور، همه پهلوان، همه سرور. همچنین حضرت عبدالله ابن عباس که والی بصره بود، 4900 نفر دیگر را فرستاد تحت سرپرستی جاریه ابن قدامه، یکی از پهلوانا و یکی از پیشواهای معروف عرب. اومدن به لشکر حضرت علی پیوستند. حضرت علی با یک خطبه بلیغ نصش و برآمد کرد. خیستن بعضیا گفتن یا امیرالمؤمنین دیگه منتظر کسی نشو، همین 65,000 برای ما را کافی است. انشالله 65,000 که صدقاً جنگ میکنن از 600,000 بهتر هستند. روانه شو، امر که میریم، حالی که مستحکم هستیم عقیده ما یک است، روانه شو. حضرت علی را امر کرد کوسی رحیل بدمن برای حرکت کردن، که ناخواست خبر اومد که همو جوانمرگ خوارجه که همو 12,000 که قشور حضرت علی جدا شده بودند، در نهروان جمع اومده و بین نهروان و بین مدائن غارت ها تشکیل کردند، مردم های مسلمان به قتل رسوندند. از جمله یکی از صحابه های بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عبدالله ابن خباب ابن ارت، همراه زنش می اومده است، حضرت به قتل رسوندند. زنش حامله بود، شکم زنش پاره کردند. این پدرسگا مسلمانان را کافر حکم کرده و خون مسلمانان را هدر اعلان کرده بودند، مال مسلمان حلال اعلان کرده بودند. دیگر وضعیت بسیار ناهنجار شد. مردم گفتند ما با شام رویم، این بدگاهرا، این سگهای لعین به خانه های ما هجوم کنند، زن فرزندای ما را بکشن و به اسارت ببرن، این چی نو میشه یا امیرالمؤمنین؟ حضرت یک نفر از شخصان نزدیکش با نام حرب ابن مره به نزدشان فرستاد که شما چی در داره، بیایی که یک صحبت کنیم، چی میخواهی؟ اما این ملعونا حرب ابن مره را به قتل رسوندن. دیگر علاج نبود. حضرت علی قشون گرفته قفا گشت به جانب نهروان. این نهروان نام یک موضع است بین مدائن و بین بصره. از پول فرات گذشت، در مقابلش همه قشون 12,000 خوارج ایستاده است. صداشو کرد که مردم از خدا بترسید، خون نریزانی، خون مسلمانان را هدر نکنی. آخه شما صد راه جنگ شده، شما ما را باز داشته از همون جنگی که حق بود باید حق به حقدار می رسید. باز شما بدبختا امروز مانع شدسته. اگر جوان مرد هسته، اگر می خواهی که حقیقت غلبه کنه، بیایی قطعی ما شریک شوی، به شام رویم. اما با کی میگوی مرده را زنده کرده می شود، شخصی کرش نمانده می شود. بسیار زعم ظالمی کردند. از همین خاطر حضرت علی اعلام کرد، حتی آوازش گفتن اینا به کوفه هجوم کردنین و شهر کوفه را میخواهند که در زیر تسلط خود درآورند. شهر کوفه پایتخت سلطنت. حضرت علی گفت قسم به خدا از دریا نمیگذرن، از بالای کپرک، و قسم به خدا در همین جنگی که بین ما و اینا می شود از ما 10 نفر کشته نمی شود.
از اونا 10 نفر زنده نمیمونه. یکی ای پیشگویی حضرت علی، یکی ای کرامات اولیاء الله هست که ثابت شده است در تاریخ. قسم قطعی یاد کرد حضرت علی. وقتی که جنگ شروع میشد حضرت اعلان کرد، گفت هر کسی که زیر بیرق می آید یک بیرق سبز را برداشتند در امان است. هر کسی که خشون ترک میکند به سوی خانهش میروه، خواه کوفه بروه، خواه مدائن بروه، خواه بصره بروه، در امان است. وقتی این اعلان شد بعضی از به عقل تراش گفتن که آخه ما چرا قطع حضرت علی جنگ کنیم؟ آدمی که برای او راضی بدیم یک سال پیش جانمون فدا کنیم، چرا امروز ما بر ضدش خروج کنیم و جنگ کنیم؟ و آهسته آهسته 100 نفر و 200 نفر خشونت ترک کردن. 1800 نفر سرسختترین ملعونترین شو در بین ماند تحت سرپرستی زید ابن حسین طایی بدبخت و همون حرقوس که در خون حضرت عثمان شریک بود و عبدالله ابن وهب که سرور شو بود. با این بدبختا را ببینه تا کدام درجه منقورت و احمق شده بودن. گفتن ما بر حقیم و همدیگر را با سوی مرگ شتاب میکنن. سارعوا الی الجنه، شتاب کنه به سوی جنت. سارعوا الی الجنه، همدیگر را شیردل کرده و به جنگ شروع کردن. حضرت علی امر کرد قشون احاطه شو کردن. در بین 2 ساعت از خشون خوارج که 1800 نفر بودن 9 نفرش زنده موند. از قشون حضرت علی همگی 7 نفر شهید شد. همون پیشگویی که حضرت علی کرده بود. 1 نفرش امکان نیافت که از پول بالای فرات گذره طرف جنوب. بعدا حضرت وقتی که غلبه کرد اعلان کرد مردم که بیایید که یک روز به سوی شام رویم. بعضیا عذرخواهی کردند. یا امیرالمؤمنین گفتند تیرامو تمام شد، شمشیرامو دمش گشت است، نوگی نیزهامو کند شده است، اجازه ده به خانه ها رویم، اسلحه‌مون اصلاح کنیم، به خود بیاییم، با زن و فرزندو خیر و خوش کنیم و برگردیم بیاییم. حضرت علی گفت من خوفی آن دارم که میره نزد زناتو آغوش گرم یاد کردگی دیگه در او آغوش گرم که در اومده ترک کردن مشکل میشوه. این زندگی بسیار شرینه، دنیا بسیار زرق برق داره، بیای هنوز دیر نشده است هم یک روز رویم. حالی که در قلب و شعله محبت جهاد می جوشد. اما وقتی عذرخواهی زیاد کردن گفت بسیار خوب، مهلت شد داد 1 چند هفته که در فلان محله در کوفه جمع بیایید. رفتن پراکنده شدن. دیگر وقتی که ساعت دعوت شد حضرت علی برآمد به میدان که هیچ که نیست، دیگر برنگشتیم. قدرت خدای تعالی را ببینه که مردم خوارج که عقیده فاسده و باطله داشتن، لا حکم الا لله میگفتن، حضرت علی وقتی همین سخن شنید خندید، گفت کلمت حق یراد بها باطل. این سخن حقی است که با او باطل طلب دارن. اما قشون حضرت علی که بر حق بدن، همراه امیرالمؤمنین بدن، چنان دل شکسته شدن، چنان پراکنده شدن که دیگر امکان جمع آوردن اونا موجود نشد. حضرت از بالای منبر گپ میزد، ای مردم افسوس صد افسوس که در بین شما ترسوها من تولد شدم. آخه ما با صحابه های پیغمبر بدیم کاری ما دیگه بود، رفتاری ما دیگه بود. شب تا صبح نماز میخواندیم، صبح تا شام با دشمنای خدا می جنگیدیم. شما را چی در تو رسیده است؟ خارج شوه. اما سخنش اثر نکرد. حضرت معاویه جاسوس ها داشت در کوفه. از این واقعه با خبر شد. با خبر که شد دید که قشون جمع نمی آیند، شیرک شد، شیردل شد. عمرو ابن عاص رضی الله عنه رو همراه 6000 نفر لشکر به مصر فرستاد. در مصر محمد ابن ابوبکر والی بود. محمد ابن ابوبکر در مصر بود. با حضرت علی مکتوب نوشت، گفت یا امیرالمؤمنین راستی که همه افکار مردم دیگرگون شده است،
دیگه او جرأت شجاعت در مردم نمونده است. خوف آن دارم که مردم به پشتیبانی ما نمیخیزن، کمکم کن. زیرا در مصر یک موضعی بود با نام خروبتا، متاسفانه در بسیاری کتابو غلط خربتاش می نویسن. همین شخصایی که با خط کریلی می گردونن بسیار خطا میکنن، افسوس صد افسوس. در همون خروبتا 10,000 نفر جنگاور همه هواخواهای حضرت عثمان بدن که قصاص حضرت عثمان واجب میدونستن و این شخصا بیعت نکرده بودن با خلافت حضرت علی. حضرت معاویه مکتوب نوشت به 2 نفر از رهبرای همین قوم، یکی با نام معاویه ابن خدیج و دیگر با نام مسلمه ابن مخلد، گفت عمرو ابن عاص نزد شما فرستادم کمکش کنه تا اینکه قصاص حضرت عثمان از قاتلا ستانیم. اینا هم با خشنودی قبول کردن، رضای خود دادن و 10,000 سواره با عمرو ابن عاص رضی الله عنه شریک شدن. 8,000 شد شمارشون. عمرو ابن عاص با محمد مکتوب نوشت، گفت یا محمد تو فرزند ابوبکر هستی، به خاطر پدرت من نمیخوام که خونی تو را بریزم. هنوز دیر نشده است، گفت شهر ترک برو برا، زیرا این شهر ما میگیره، ما که علاج نداری. حضرت محمد ابن ابوبکر منتظر کمک حضرت علی ششت است. اعلان کرد حضرت کی می روه؟ در نماز جمعه اعلان کرد که کی به جنگ می روه. یک زمان بعد حضرت امیرالمومنین علی که اعلان میکرد 50-60 هزار نفر در یک زمان آماده میشیدن. یک شماره اندکی از جا خیستند خلاص. باز تأکید شو کرد. اخیر الامر 10,000 آدم جمع کردن. اشتر نخعی گفت من میرم، گفت من با عمرو ابن عاص حساب و کتاب ها دارم. خشونه گرفته روانه شد. اما در راه در یک موضع یک شخص یک زمان همراهش دوست بود است، سرور یک قبیله عرب، همون مهمانش کرد، نزدش عسل آورد. اشتر نخعی عسل خورد و مرد. عسل به زهر آمیخته شده بود است. در بعض روایات اومده است که معاویه مکتوب می نویسد به همون سروری قبیله که اگر همین اشتر نخعی را شرش از ما دور کنی. گفتم اشتر از همون پهلوانای بود که کسی در میدان جنگ با اون مقاومت کرده نمیتونست. هیچ پهلوان جرأت نداشت که به مقابل اشتر نخعی بروه و در جنگ تن به تن با او قوت آزمایه. و همین پهلوان نامدار لشکرکش معروف ترین حضرت علی را که گفتیم همه گروهی چی بگیم به قول امروزه سیلی بیست را و ریاگی رو ونیا کشونهای زود عمل دیسان نشترموی بطالیون ای بین رفت مرد. در همونجا گور آندنش همه وقت با بلشکرش خبر رسید که مصر ضبط شد. محمد پسر ابوبکر به شهادت رسید. چی نو شد؟ حضرت محمد ابن ابوبکر وقتی که اعلان کرد 2,000 همگی قشون جمع کرده تونست. 2,000 در مقابل 8,000. یک پهلوان نامدار بود با نام بشر ابن کنانه که در قتل حضرت عثمان شریک بود جوان مرد. همراهش بود خیستن در میدان جنگ برمدن جنگ کردن. در جنگ قسمت زیادی قشون کشته شد، از جمله همون بشر ابن کنانه نیست. و محمد ابن ابوبکر که قریب تنها مانده بود همه ترکش کردن، گریخت از شهر خارج جای در یک خانه‌چه داخل می شود. اما معاویه ابن خدیج همون سرور خروبتا که از قفاش می اومد پیش میگیره، می آید درکش می آوند احاطش میکنن، میگن خارج شو. خارج می شود. از شدت تشنگی از پا می افته، آب نبود. هر قدر آب میگه که آبش میته. گرفتنش یک لاشه خری مردگی دا گرفتن دوختنش. هرچند گفت که مردکایی کار نکنه، من خون عثمان نریزوندم، در خون عثمان شریک نیستم. گفتم بشر ابن کنانه نفر ما بود کشتیمش را زنده میمونیم. در داخل همون لاشه خر در پوست خر دوزاندنش و آتشش زدن، سوزاندنش. محمد پسر ابوبکر حیات خودش به همین نوع قطع کرد.
بسیار ظلم استی، باور کنه. ببینه وقتی که از صفای جوانمردا و شجاعا و دلیرا نرفتی، عاقبت کار نخیلی میشوه. بعد در سر حاکمیت شخصای میآیند که به ظلم راه میدهند. نباشه نخواه مسلمان آتش بزنی. در صورتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سوزاندن حیوانات را منع میکنه، زیرا میگه به آتش جزا دادن فقط عملی هست که خدای تعالی او را میکنه نسبت کافرها در دوزخ. مسلمان زنده به زنده آتش زدن، سوزاندن. وقتی که عایشه ام المؤمنین با خبر شد، گریه کرد، بیچاره خیلی تضرع کرد. سخن به حضرت علی رسیدی. واقعا در سال 38 هجری به وقوع پیوست. حضرت بسیار غمگین شد. محمد از خوردی حضرت علی کلان کرده بود. وقتی که محمد پسر ابوبکر 2.5-3 ساله بود، پدرش از دنیا گذشت و مادرش اسما بنت امیس زوجه حضرت علی شد. حضرت علی او را نکاح کرد گرفت. زیرا اسما بنت امیس قبل از نکاح با ابوبکر زن جعفر بود، جعفر ابن ابی طالب، برادر حضرت علی. زمین خاطر وقتی حضرت علی از دنیا گذشت، اسما بنت امیس همون شوهری حضرت علی را اختیار کرد، در نکاح او در اومد. حتی برای حضرت علی دو پسرک تولد کرده بود. و این محمد پسر ابوبکر ربیب حضرت علی است، از خوردی کلانش کرده است. بسیار مایوس و بسیار در غم گرفتار شد. متاسفانه وقتی ما در اینجا تمام شد. ببینید این قصه غم‌انگیز به بعضی حکم ها ما و شما را وادار میکند که باید اندیشه کنیم برادرای عزیز. قبل از همه به این اندیشه وادار میکند که همیشه با مسلمان محیط باشیم، دوست باشیم. همیشه کوشش کنیم که بین مسلمان ها جنگ واقع نشود، که جنگ ببینه به چه خرابی ها میارد. همیشه کوشش کنیم که فند و فریب دشمنای اسلام نخوریم، زیرک و آگاه باشیم. و ما را وادار میکنه. اینم قصه اسما بنت امیس به او خاطر گفتم که برادرای عزیز، همون مادرها را شوهر دادن در کار، خواهر و اپوها را شوهر دادن در کار. این سنت حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم است. از برای خدا شما نگین که این 5-6 فرزند داره، شوهر چیکار میکنه؟ از برای خدا رشک نبره. و همو چخیلی که ترا آغوش گرم میفوره، همو شاید هم مادر هم آغوش گرم بفوره. چرا نه آخی؟ پیشنهاد کنه، بگه مادر جان، و همه قصه را براشو بیاره که ببینه زن ابوبکر صدیق مرد، نگفتن که اوی زن ابوبکر صدیق ایره دیگه نمیگیریم. این چون میکنه شوهر کردن، بلکه شوهر کرد. غیر ازواج مطهره رسول الله صلی الله علیه و سلم که مادرای مسلمان ها هستند، اونا مادرای ما هستند. زنی تمامی بزرگای ما را در تاریخ ببینه بعد مردن شوهراشو شوهر میکنن. افسوس و صد افسوس که همین سنت زیبا از بین ما رفته است. امروز مسافدای ما بیچاره دیگر در تشویشن. میگه خداوند در پیش پای زنم بکشم که خار میشم. میدونه بیچاره مسافد که اگر کمپیرکش برد دیگه زن یافتن براش مشکل میشوه. زیرا بعضی همین پسرای بی عقل و بی فراست هیچ سعی تلاش نمیکنن که مادراش شوهر بتن. مادرها بیچاره شاید در فرزنداشو شرم بدارن. و در آخر دعا میکنیم خداوند در این ساعت رقت قلبها پروردگار دعامون مستجاب گردان. و خداوند او برادرای مسلمانی را که به سبب این آفت طبیعی، این سیل آبخیزی جانهای خود از دست دادن، خداوند در جوار رحمت خویش مستقر گردان. خداوند به اهل بیت و خویش اقرباشو در این مصیبت صبر جمیل ارزانی دار. و پروردگار او برادرای را که مال و ثروت‌های خود از دست دادند، خانه و درهای خود از دست دادند، خداوند براشو صبر جمیل عطا فرما تا اینکه صابر باشند. و خداوند دیگر برادرای مسلمان قلباشون نرم کن تا در کمک دستگیری برادران مسلمان خیش، خواه توسط مال باشد خواه توسط تسلی باشد، همیشه قایم باشند. و پروردگار عاقبت کارمون به خیر انجام ده. و خداوند مساعدت فرما که مسلمانوار زندگی کنیم، مسلمانوار از دنیا رویم و فردا روز قیامت همراه مؤمنان و مسلمانان محشور گردیم. آمین یا رب العالمین. هفته آینده برادرای عزیز ما نیستیم، سفر داریم.
همه آدم یک چند بار که سفر کرد بعد دیدو میشید است. انشالله نیت سفری چچنستان داریم. اگر خدا امکان داد جمعه آینده را شاید که در شهر مسکو بخونیم. از همین خاطر انشالله برادر ما داملا ابراهیم اینجا هستی با یک خوشبختی بسیار بزرگ نصیب مانگشت که شاگردمون قاری شهاب‌الدین که اکثرتون میشناسینش الحمدلله آمد است، حالی در مسجد است. انشالله با کمک همدیگر نماز جمعه را میگذرونن و خواهش میکنم بیایه به مسجد بیایه. انشالله همین داملا ابراهیم باور کنه چنان قصه های جالب و راغب میکنه، چنان به سوالات جواب میگه که من همین خدمت مایل هستم که بیشتری وقت همین داملا ابراهیم صحبت کند نسبتی من. پس برادران مسجد ترک نکنه، نگه که داملا نیست ما نمیریم. بیایه انشالله اینجا قاریا داریم، علمای خوب داریم، مسجد بیایه. من با محبای این مسجد و مخلصای این مسجد الحمدلله میفخرم، زیرا در هر کجای باشن صالح بدن خود نشان میتن، محب بدنشون به نماز، محب بدنشون به امر به معروف و نهی از منکر نشان میتن. خداوند همه ما و شما را در پناه امن خیش محفوظ دارد و جمیع امراد و مقصودهای دینی و دنیوی من حاصل گرداند. آمین.